سلام، خیلی خوش اومدید به آموزش معامله تعهدی در صرافی وانفینکس. من علی هستم و در این ویدیو همراه شما خواهم بود. در این آموزش قرار یاد بگیریم معامله تعهدی چی هست، چه تفاوتی با معاملات عادی داره و چطور میتونیم از این ابزار قدرتمند برای افزایش فرصت‌های سودآوری استفاده کنیم. همچنین یک پیشنهاد شگفت‌انگیز هم براتون خواهیم داشت. خب در بخش اول اهداف آموزشی رو بررسی می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم که در این آموزش چه چیزهایی رو یاد می‌گیریم. اول تعریف ساده و کاربردی معاملات تعهدی رو خواهیم داشت. بعد واژه‌ها و مفاهیم اصلی مثل اهرم، مارجین و لیکوید شدن رو یاد می‌گیریم. سپس یاد می‌گیریم چطور در وانفینکس یک پوزیشن باز کنیم و مدیریتش کنیم و در نهایت با روش‌های مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری آشنا میشیم تا حرفه‌ای‌تر عمل کنیم. اول از هر چیز باید این رو بهتون بگم. لطفاً و خواهشاً یادتون باشه معاملات تعهدی فرصت‌های سودآوری بیشتری ایجاد می‌کنند و یک ابزار قدرتمند برای استفاده از فرصت‌های بازار است. اما همیشه با ریسک‌های بالاتری هم همراه هستند. پس با آگاهی و برنامه جلو برید. حالا می‌خوایم که معامله تعهدی رو تعریف کنیم و ببینیم معامله تعهدی دقیقاً چی هست. شما فرض کنید که 1,000,000 تومان پول دارید. در حالت عادی با همین 1,000,000 میتونید بیت کوین یا هر ارز دیگه‌ای بخرید. ولی در معاملات تعهدی وانفینکس به شما این امکان رو میده که بیشتر از پول خودتون معامله کنید. مثلا با همون 1,000,000 اهرم 5 رو انتخاب میکنید و قدرت خریدتون به 5,000,000 تومان میرسه. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت ما 10 تتر یا 10 USDT داریم با اهرم 5 که اینجا اهرم 5 رو مشخص میکنیم. موجودی کل ما 50 تتر میشه و به همین راحتی ما میتونیم از صرافی اعتبار بگیریم. حالا اگه قیمت ارز مورد نظر فقط 10% بالا بره، در واقع 5,000,000 سرمایه گذاری کردید و سودتون میشه 500,000 تومان. یعنی نصف سرمایه اولیه فقط با یک تغییر کوچک در بازار به دست میاد و شما نسبت به پولی که داشتی 50% سود کردید. حالا اگه تحلیل شما درست نباشه، خب به همین ترتیب ضرر هم میکنید. مثلا اگه قیمت 10% پایین بیاد 50% ضرر میکنید. حالا در بخش سوم ما میرسیم به تعریف مفاهیم پایه در معاملات تعهدی. خب اولین چیزی که باهاش روبرو میشیم خرید تعهدی هست یا موقعیت لانگ که بهش پوزیشن لانگ هم گفته میشه. یعنی شما پیش بینی میکنید قیمت یک ارز بالا میره، با استفاده از اعتبار صرافی اون ارز رو میخرید و اگر واقعا قیمتش بالا بره سود میکنید. مورد دوم فروش تعهدی هست یا پوزیشن شورت. اینجا برعکسه. پیش بینی میکنید قیمت پایین میاد، صرافی ارز رو به شما قرض میده، شما اون رو در قیمت بالا میفروشید و بعداً در قیمت پایین‌تر دوباره میخرید و برمیگردونید. تفاوت قیمت میشه سود شما. مورد سوم اهرم هست. اهرم ضریبیه که نشون میده چند برابر سرمایه خودتون میتونید معامله کنید. مثلا اهرم 10 یعنی اگه 1,000,000 دارید میتونید معامله‌ای به ارزش 10,000,000 باز کنید. مورد چهارم وجه تضمین یا مارجین هست. این همون سرمایه اولیه‌ای که شما وارد میکنید تا صرافی مطمئن بشه پشتیبان معامله هستید. مثل پیش پرداخت عمل میکنه و تا زمانی که به میزان این وجه تضمین ضرر نکنید معامله شما باز میمونه. مورد بعدی حد سود یا تیک پروفیت هست. اینجا از قبل به صرافی میگید اگر قیمت به این مقدار رسید معامله من رو ببند و سود رو حساب کن. مورد بعدی حد ضرر یا استاپ لاس هست. این هم برعکس حد سود یا تیک پروفیت هست. میگه اگر قیمت به این سطح رسید معامله بسته بشه تا ضررم بیشتر از اون نشه، که یک ابزار قدرتمند برای مدیریت ریسک در بازارهای معاملاتی است. مورد بعدی لیکوید شدن هست که یک مورد مهمه. یعنی وقتی ضرر شما اونقدر زیاد بشه که سرمایه اولیه‌تون از بین بره، صرافی معامله رو به صورت خودکار میبنده تا بیش از اون زیان نکنید. مورد هشتم تاریخ انقضای معامله است. در صرافی وانفینکس هر معامله تعهدی تاریخ مشخصی داره. مثلا 30 روز. اگر تا اون زمان معامله رو نبسته باشید خودش به صورت خودکار بسته میشه
و مورد آخر افزایش حجم معامله هست. یعنی در حین باز بودن یک پوزیشن میتونید سرمایه بیشتری اضافه کنید و حجم معاملتون رو بزرگتر کنید. این کار سود و زیان احتمالی رو هم بیشتر میکنه. خب اینها مفاهیم پایه در معاملات تعهدی بودن که مهمترین مفاهیم هستند و برای اینکه بتونید در معامله تعهدی فعالیت کنید باید به صورت کامل این 9 مورد رو یاد بگیرید و بدونید که چه استفاده‌هایی میتونید ازشون داشته باشید. حالا بیایم ببینیم در صرافی وان فینکس وقتی میخوایم معاملات تعهدی انجام بدیم چه امکاناتی در اختیارمون هست. همونطور که مشاهده میکنید صرافی وان فینکس از ارزهای متنوعی پشتیبانی میکنه در بخش معاملات تعهدی. شما میتونید با اهرم 10 معامله کنید و همچنین میتونید فروش تعهدی یا پوزیشن شورت خودتون رو با تتر انجام بدید و عمق زیاد بازار معاملاتی وان فینکس هست. بهتر هست که بریم روی سایت و بخش‌های مختلف معامله تعهدی رو با هم بررسی کنیم. خب این سایت وان فینکس هست و شما میتونید از بخش کیف پول اختصاصی که برای معامله تعهدی در نظر گرفته شده از این قسمت مشاهده کنید. در این کیف پول ارزهای متنوعی هست. شما هر ارزی که اینجا مشاهده میکنید رو میتونید در بازار معاملاتی استفاده کنید. خب در ادامه من به صفحه معامله تعهدی میرم که بخش‌های مختلفش رو برای شما معرفی کنم. از منوی شروع معامله به بخش معامله تعهدی میرم. این صفحه معامله تعهدی هست. همونطور که مشاهده میکنید در سمت چپ سفارشات دیده میشه، در سمت راست ارزهایی که میتونید معامله تعهدی بگیرید. در بخش مرکزی نمودار ارز رو مشاهده میکنید که میتونید تحلیل های خودتون رو انجام بدید و کمی پایینتر در بخش مرکزی ما ثبت سفارش رو میبینیم که در این قسمت اولین گزینه‌ای که میتونیم بررسی کنیم ضریب اعتبار یا همون اهرم معاملاتی هست که تا 10x یا اهرم 10 میتونیم این مورد رو انتخاب کنیم و برای معاملاتمون اعتبار دریافت کنیم. مورد بعدی بخش سفارش گذاری لانگ یا شورت هست. شما همونطور که مشاهده میکنید دو بخش لانگ و شورت رو اینجا میتونیم ببینیم. معامله خرید تعهدی و معامله فروش تعهدی رو میتونیم از این دو بخش انجام بدیم. مورد بعدی که در بخش مفاهیم من توضیح دادیم حد ضرر و حد سود هست که از این قسمت قبل از اینکه پوزیشن رو باز کنیم میتونیم تعیین کنیم و بعد از اینکه پوزیشن باز شد هم میتونیم این رو تعیین کنیم. برای اینکه بتونیم حد سود و حد ضرر رو مشخص کنیم روی این قسمت کلیک میکنیم و اون قیمت مد نظرمون برای حد سود و قیمت مد نظرمون برای حد ضرر رو وارد میکنیم و بعد تایید رو میزنیم. در بخش پایین و در بخش موقعیت‌های باز ما می‌بینیم که یک موقعیت باز رو من قبلا ایجاد کردم برای اینکه بتونیم با هم بررسیش بکنیم. همونطور که مشاهده می‌کنید از قسمت سمت راست اسم ارز، ضریب اعتبار، نوع موقعیتی که گرفتیم، قیمت شروع و قیمت لحظه‌ای ارز رو مشاهده می‌کنیم. در این قسمت که گفتم بعد از اینکه موقعیت باز شد هم میتونید حد سود و حد ضررتون رو مشخص کنید. در ادامه تعداد و ضمانتی که ما برای این معامله قرار دادیم مشخص شده که من میتونم از این گزینه برای افزایش حجم معامله استفاده کنم. مورد بعدی سود و زیان من یا PNL معامله من رو نشون میده و گزینه بعدی که خیلی مهم هست قیمت لیکویدی یا همون لیکوید شدن من رو مشخص میکنه که اگر این ارز به این قیمت برسه معامله من لیکوید میشه و کلا بسته میشه و ریسک من رو مشخص میکنه و زمان ثبت. خب این بود معرفی کوتاه از معامله تعهدی در صرافی وان فینکس. به ادامه اسلاید هامون میریم و بریم جلو ببینیم چه چیزهایی رو میخوایم با هم یاد بگیریم. در این قسمت قرار هست که ما یک موقعیت لانگ، یک موقعیت شورت با تتر و یک موقعیت شورت با ارز رو داشته باشیم. من یه توضیح همین اول
بهتون بدم. ببینید برای اینکه شما بتونید معامله شورت داشته باشید باید از اون ارز مورد نظر خریداری کنید. یعنی اینکه معامله شورت به این صورت هست که شما ارز رو در قیمت بالا میفروشید و در قیمت پایینتر دوباره میخرید و حاصل اختلاف این قیمت میشه سود شما. پس برای اینکه بتونید به صورت طبیعی معامله شورت بگیرید باید اون ارز رو داشته باشید. ولی صرافی وان فینکس یک گزینه دیگه برای اینکه بتونید راحت‌تر معامله شورت بگیرید اضافه کرده که اون هم موقعیت شورت با تتر هست که شما میتونید بدون خرید اون ارز با تتر هم موقعیت شورت باز بکنید. خب همونطور که در اسلاید مشاهده میکنید اول از هر چیز باید ثبت نام انجام بدید و حساب کاربری داشته باشید. بعد از اینکه حساب کاربریتون احراز هویت شد و تایید شد شارژ حساب کاربری رو انجام بدید، یعنی با تتر یا با ارز کیف پولتون رو شارژ کنید و بعد از اینکه کیف پول شارژ شد موجودی خودتون رو از بخش اسپات به بخش تعهدی منتقل میکنید. بعد از اینکه کیف پول تعهدی شارژ شد اقدام به باز کردن موقعیت معاملاتی میکنید. خب من به صورت عملی میرم روی سایت که هر سه موقعیت لانگ، موقعیت شورت با تتر و موقعیت شورت با ارز رو با هم انجام بدیم. خب برای اینکه بتونیم معامله تعهدی انجام بدیم اول از همه یک موقعیت لانگ رو با هم پیش میبریم. از قسمت شروع معامله من گزینه معامله تعهدی رو میزنم. بعد از اینکه وارد صفحه معامله تعهدی شدیم از قسمت پایین بخش سفارش گذاری من اگر در کیف پول تعهدی موجودی داشته باشم که میتونم همین الان ثبت سفارش انجام بدم. اگر در کیف پول تعهدی موجودی نداریم باید از این قسمت من موجودیم رو از اسپات به تعهدی منتقل کنم که گزینه انتقال موجودی رو میزنم. در صفحه‌ای که برای من باز میشه این قسمت انتقال موجودی از اسپات به تعهدی رو انتخاب میکنم. ارز مورد نظرم که در کیف پولم موجود هست رو انتخاب میکنم، چون من تتر دارم تتر انتخاب میکنم. تعداد ارزی که میخوام به کیف پول منتقل کنم رو اینجا وارد میکنم. من 100 تتر رو میخوام به کیف پول تعهدی منتقل کنم. اگر اینجا مشاهده کنید موجودی در دسترس من هم مشخص است. تایید و انتقال رو میزنم و موجودی به کیف پول من منتقل میشه. دوباره بعد از اینکه موجودی به کیف پول تعهدی منتقل شد به صفحه معامله تعهدی میرم. خب بعد از اینکه کیف پولم شارژ شد دوباره وارد صفحه معامله تعهدی میشم. ارز خودم رو انتخاب میکنم. شما از این قسمت سمت راست میتونید هر ارزی که مد نظرتون هست رو و تحلیل کردید رو انتخاب کنید. من همون بیت کوین رو انتخاب میکنم برای ثبت سفارش لانگ. از قسمت پایین بخش ثبت سفارش اول از هر چیز اهرم خودم رو انتخاب میکنم. من هر اهرمی که تا اهرم 10 رو بخوام میتونم انتخاب کنم. من همون اهرم 5 رو در نظر میگیرم. در قسمت پایین مشاهده میکنید که موجودی من 306 تتر هست و اعتباری که میتونم از صرافی بگیرم 1225 تتر خواهد بود که هم میتونم از کل این موجودی استفاده کنم یا نه از بخشی از این موجودی استفاده میکنم که در ادامه با هم بررسی میکنیم. تایید و دریافت اعتبار رو میزنم. در قسمت پایین این قسمت همونطور که مشاهده میکنید اعتبار گرفته شده 1225 تتر و حداقل خرید من 15 تتر هست. این حداقل خرید نسبت به اهرم هر ارز مشخص میشه. اگر اهرم 1 قرار بدید 3 تتر هست و اگر اهرم 10 قرار بدید 30 تتر حداقل خرید خواهد بود. خب در این معامله من میخوام 20 تتر وارد معامله کنم. 20 تتر رو به صورت مجموع میزنم که البته میتونم تعداد رو به صورت به صورت بیت کوین یا همون ارزی که انتخاب کردم هم وارد کنم که برای راحتی کار من همون 20 تتر رو اینجا وارد میکنم. خب از بخش پایین گزینه آخر حد ضرر و حد سود چند دقیقه قبل بررسی کردیم که هم میتونیم قبل از اینکه پوزیشن رو باز کنیم حد سود و حد ضرر رو مشخص کنیم، هم بعد از اینکه معامله باز شد میتونیم این دو مورد رو تعیین کنیم. من قبل از اینکه معامله باز بشه میخوام این رو تعیین کنم. حد سودم رو میخوام مشخص کنم. من باید قیمتی که مد نظرم هست رو اینجا وارد کنم. مثلا من انتظار دارم قیمت بیت کوین به $125,000 برسه و این حد ضرر من، حد سود من. و در قسمت بعد حد ضرر خودم رو مشخص میکنم که اینجا من اگر
قیمت خودم رو بخوام وارد کنم، قیمت 21,800 انتخاب میکنم. 121,800 رو برای حد ضررم مشخص میکنم و تایید رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنید هر دو گزینه اینجا برای من ثبت شد. بعد از اینکه فرم سفارش رو پر کردیم، باز کردن موقعیت لانگ رو میزنم و در این قسمت قبل از اینکه پوزیشن من باز بشه یک خلاصه ای از معامله من نشون داده میشه. جفت معاملاتی رو نشون میده، نوع سفارش، قیمت لحظه‌ای اون ارز، حد سود و حد ضرر من رو اینجا مشخص میکنه. تعداد اون ارزی که من قرار هست در این معامله خرید بکنم، کارمزد تقریبی من، ضمانتی که برای این معامله قرار دادم. همونطور که می‌بینید این 4 تتر پول واقعی من هست و این 16 تتر اعتباری هستش که صرافی به من داده و در مجموع 20 تتر می‌خوایم وارد این معامله بشیم. بعد از بررسی این خلاصه معامله ثبت رو میزنم. خب همونطور که مشاهده می‌کنید معامله من باز شد. اگر اینجا مشاهده کنید معامله بیت کوین من با اهرم 5 به صورت لانگ، قیمت شروع 122,345 و قیمت لحظه‌ای 122,345 هست که همین الان موقعیت رو باز کردیم. حد سود و حد ضرر من مشخص شده، ضمانت من، سود و زیان من و قیمتی که لیکوید میشم هم مشخص شده که باید مراقب باشم قبل از اینکه به این قیمت برسه یا حجم اضافه کنم یا پوزیشنم رو ببندم. خب برای بستن موقعیت تعهدی فقط کافی است این قسمت گزینه این ضربدر رو بزنم که موقعیت من بسته بشه. برای بستن این موقعیت من گزینه ضربدر رو میزنم و تایید میکنم. خب این بود باز کردن معامله تعهدی به صورت لانگ. حالا میریم باز کردن معامله تعهدی به صورت شورت که اینجا یک مقدار پیچیدگی داره و لازم هست که ارز مورد نظرم رو قبل از ثبت سفارش تامین بکنم. خب برای ثبت سفارش موقعیت شورت من اهرمم رو انتخاب میکنم. از این قسمت من اهرم 4 رو برای موقعیت شورت هم در نظر میگیرم و تایید و دریافت اعتبار رو میزنم. در این قسمت میتونم به صورت مجموع تتری وارد کنم که حداقل اینجا اگر مشاهده کنید حداقل فروش رو 12 تتر در نظر گرفته، من 15 تتر میزنم و حد ضرر و حد سود رو تعیین نمی کنم و باز کردن موقعیت شورت رو میزنم. خب این قسمت مشاهده میکنید که زده موجودی کافی نیست. علتش این هست که من برای این که بتونم موقعیت شورت باز کنم باید از این ارز داشته باشم، یعنی باید من بیت کوین داشته باشم. برای اینکه بتونم موقعیت شورت باز کنم از این قسمت انتقال موجودی رو میزنم و گزینه انتقال موجود باید ارز خودم رو از کیف پول اثبات به کیف پول تعهدی منتقل بکنم. خب از این قسمت من موجودی ارزم رو که بیت کوین هست رو از کیف پول اثبات به کیف پول تعهدی منتقل میکنم. کل موجودیم رو میخوام منتقل کنم. از این قسمت بیت کوین، کل موجودی و تایید و انتقال رو میزنم. خب موجودی من به کیف پول تعهدی منتقل شد و از قسمت پایین فرم موقعیت شورت رو من پر میکنم. اول از هر چیز اهرم خودم رو انتخاب میکنم. اهرم مورد نظر من اهرم 4 هست. اعتبار قابل دریافت هم اینجا مشاهده میکنید. تایید و دریافت اعتبار رو میزنم. در بخش پایین حداقل فروش رو مشاهده میکنیم 12 تتر که قرار من 15 تتر وارد این معامله بکنم. اگر اینجا تعداد رو بزنم به صورت موجودی بیت کوینی، یعنی به صورت ارز نمایش داده میشه که صرف ممیز 3012254 بیت کوین وارد این معامله میکنم. حد سود و حد ضرر رو الان مشخص نمی کنم و باز کردن موقعیت شورت رو میزنم. خب یک خلاصه ای از موقعیت من رو نمایش میده که در موقعیت قبلی توضیح دادم و بعد از اینکه بررسی کردیم ثبت نهایی رو میزنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید معامله شورت من باز شد و اینجا میتونیم جزئیاتش رو ببینیم که قیمت لیکوید شدن، سود و زیان، ضمانت، حد سود و حد ضرر میتونیم براش تعیین کنیم و دیگر جزئیات این ارز. و از این قسمت هم میتونیم این معامله رو ببندیم که من این معامله رو همین الان میبندمش. خب موقعیت شورت من هم بسته شد و این بود مراحل باز کردن موقعیت لانگ
و باز کردن موقعیت شورت در صرافی وانفینکس. همه مواردی که برای باز و بسته کردن یک موقعیت، حالا به صورت لانگ یا به صورت شورت هست رو من خدمتتون عرض کردم. اگر مشکلی در معاملات تعهدی داشتید حتما از پشتیبانی آنلاین وانفینکس بپرسید و داخل کامنت ها هم میتونید بپرسید که خودم پاسخ میدم بهشون. خب آموزشمون رو ادامه میدیم از بخش خطاهای رایج در معاملات تعهدی. حالا بیایم درباره چند اشتباه رایج صحبت کنیم که خیلی از معامله‌گرها مخصوصاً تازه‌کارها در معاملات تعهدی مرتکب میشن. اولین خطا ترس از جا موندن یا همون فومو هست. وقتی میبینید قیمت‌ها داره بالا میره ممکنه سریع و بدون فکر وارد معامله بشید، چون میترسید از سود عقب بمونید. این معمولاً باعث میشه در بالاترین قیمت وارد بشید و خب طبیعتاً وقتی در قیمت‌های بالا وارد میشید امکان اصلاح قیمتی هست و باعث میشه که ضرر کنید. فرض کنید قیمت بیت کوین توی یک ساعت از $100,000 میرسه به $110,000. شما میبینی همه توی گروه ها یا مثلا توی جمع دوستانتون در مورد این رشد صحبت میکنن و میگن که الان بخریم تا بیشتر از این رشد نکرده و بدون تحلیل سریع با اهرم وارد خرید میشید. ولی دقیقاً بعد از ورودت قیمت برمیگرده به همون $100,000 و تو ضرر سنگینی میکنی و این دقیقاً مصداق فومو هست، یعنی فقط از ترس جا موندن وارد شدی، نه با منطق. مورد دوم انتقام گیری از بازاره. گاهی بعد از یک ضرر آدم وسوسه میشه که سریع وارد معامله بعدی بشه تا ضرر رو جبران کنه. این کار معمولاً باعث ضررهای پشت سر هم میشه. بهتره بعد از یک ضرر بزرگ کمی استراحت کنید. مثلا یک معامله شورت باز میکنی ولی قیمت برعکس حرکت میکنه و 20% ضرر میکنی. به جای اینکه استراحت کنی سریع و بدون تحلیل یه معامله لانگ با حجم بیشتر باز میکنی تا ضررت رو جبران کنی. بازار دوباره خلاف جهت میره و این بار ضرر خیلی بزرگتری میدی. اینجا تصمیم از روی احساس بوده، نه از روی استراتژی که داشتی. مورد سوم اعتماد به نفس کاذب هست. اگه چند معامله پشت سر هم سود کنید ممکنه فکر کنید همیشه درست پیش بینی میکنید. در این حالت معمولاً اهرم رو زیاد میکنید یا پول بیشتری وارد میکنید و همین میتونه یه ضرر بزرگ به همراه داشته باشه. مثلا 3 تا معامله پشت سر هم سود میکنی و حس میکنی من دیگه همه چی رو بلدم. این بار بدون رعایت مدیریت ریسک با اهرم بالاتر وارد میشی، حجم معاملات رو بیشتر میکنی و فکر میکنی پیش بینیت همیشه درسته. بازار یه نوسان خلاف جهت میزنه و کل سودهای قبلی تو از بین میره یا لیکوید میشی و ضرر بیشتری میکنی. سودهای پشت سر هم باعث میشه مغز فکر کنه شکست ناپذیری، در حالی که بازار همیشه غیر قابل پیش بینی هست و باید طبق استراتژیت عمل کنی. مورد چهارم ترس از زیان هست. خیلی وقتها وقتی معامله در ضرره آدم حاضر نمیشه اون رو ببنده به امید اینکه بازار برگرده. این باعث میشه ضرر کوچیک به ضرر بزرگ تبدیل بشه. استفاده از حد ضرر کمک میکنه جلوی این اتفاق گرفته بشه. مثالش هم این هست که تو با اهرم یه پوزیشن باز کردی، قیمت خلاف جهت حرکت میکنه و مثلا 15% وارد ضرر میشی. به جای بستن معامله طبق حد ضرر از پیش تعیین شده به امید برگشت بازار صبر میکنی. قیمت بیشتر سقوط میکنه و ضرر کوچیک تبدیل به ضرر 50% یا لیکوید شدن تو میشه. نداشتن حد ضرر یا نپذیرفتن اشتباه باعث تشدید ضرر میشه. پس حتما برای معاملات خودتون حد ضرر در نظر بگیرید. و مورد آخر خطای تایید هست که یکی از خطاهای رایج در کل بازارهای مالی هست که اغلب سرمایه‌گذارا درگیر این خطا میشن. یعنی شما فقط دنبال خبرها یا تحلیل‌هایی میگردید که نظر خودتون رو تایید کنه. مثلا اگر فکر میکنید بازار سعودیه فقط تحلیل‌های مثبت رو میخونید و هشدارهای نزولی رو نادیده میگیرید. این باعث میشه نیمه دیگه واقعیت رو نبینید. مثال واضح خطای تایید این هست که تو فکر میکنی بازار سعودیه پس فقط دنبال اخبار مثبت، تحلیل‌های سعودی و نظر کسانی میری که با تو هم عقیدن. در عین حال سیگنال‌های نزولی و هشدارهای تکنیکال منفی رو نادیده میگیری. در نهایت بازار خلاف تحلیلت حرکت میکنه و ضرر میکنی چون اطلاعات مخالف رو
حذف کرده بودی. تحلیل خوب یعنی دیدن هر دو طرف ماجرا، نه فقط چیزی که دلت میخواد ببینی. این مورد هم لازمش این هست که برای معاملات خودتون چک لیست داشته باشید و موارد منفی هم داخل این چک لیست قرار بدید. خب این 5 خطایی که خدمتتون ارائه دادم دلیل اصلی خیلی از شکست‌ها در معاملات تعهدی هستن. اگر از همین الان حواستون بهشون باشه میتونید جلوی خیلی از ضررهای غیر ضروری رو بگیرید. خب در اینجا ما به پایان آموزش معاملات تعهدی در صرافی وانفینکس رسیدیم. تا اینجا با هم دیدیم معاملات تعهدی چی هستن، چطوری میشه با اهرم و مارجین معامله کرد، مراحل باز و بسته کردن پوزیشن رو یاد گرفتیم و با چند اشتباه رایج و مهم هم آشنا شدیم. حالا وقتشه که خودتون دست به کار بشید و تجربه اولین معامله تعهدی رو داشته باشید. و یک خبر خوب، وانفینکس برای شما یه پیشنهاد ویژه داره. به محض اینکه اولین معامله تعهدی رو باز کنید 20 تتر بونus معاملاتی دریافت می‌کنید. پس همین حالا وارد حساب کاربریتون بشید. اگر ثبت نام نکردید ثبت نام کنید، معاملات تعهدی رو امتحان کنید و هدیه 20 تتر بونس رو دریافت کنید. هر سوالی داشتید میتونید از پشتیبانی و داخل کامنت ها بپرسید. موفق باشید.